دوستان عزیز، درود بر شما. من 2 تا از شهاب سنگامو آوردم اینجا. البته شستمشون و تمیزشون کرده بودم، یه مقدار خاک گرفته بودن. آوردم که شما ببینید و ارزم به حضور شما چیزایی رو بگم. توی این قضیه کسایی که دنبال شهاب سنگن هی باید اینا رو ببینن، شهاب سنگ ها رو ببینن تا دنبال سنگ های بی خود نرن. خدمتتون عرض کنم که یک کمی یادمش نزدید. شما الان این شهاب سنگی رو که ملاحظه میکنید میبینید داره یک پوسته مشکی هست، مشکی و زبر که کاملا مشخصه. بعضی جاش قرمز شده یا زنگ زده که این کاملا تو شهاب سنگ ها اتفاق طبیعی هست و میفته. یک قسمت از بعضی از شهاب سنگ ها یک قسمت هایشون به اصطلاح یا پوسته نمیاد روشونه بگیره یا یک قسمتشون خالی میمونه. یا کنید مثلا الان این دور تا دور پوسته همه جا رو گرفته. عرضم به حضور شما فقط این نقطه، فقط اینجا جاییه که این پوسته سیاه روش نیومده. حالا این چرا اینجوری میشه نمیدونم، به هر حال کشیده نمیشه. بعضیا مثلا یه قسمت مثلا 2 سانتی اتفاق میفته. ببینم الان شما نگاه کنید ببینید که این قسمت از پوسته خالیه. این ردایی که بهتون گفتم رو خیلی از شهاب سنگ ها داره، اینا رو هم شما دقت کنید ببینید. اینا چیزایی که یا توی جو وجود میاد یا وقتی که میخوره زمین اتفاق میفته. ولی این یکی از شهاب سنگ‌های ما هم این چیزا رو داره. عرضم بزرگتون که این پوستش که من بهتون نشون بدم، پوسته مشابه دیگه اینه. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که اینم یه سری چیزا روش داره، ضرب خوردگی ها که من بهتون گفتم بعضی اوقات عمیق میشن و رنگ روشن پیدا میکنن، ایناست. حالا یه لحظه اجازه بدین من یه مقدار اینا رو ترتمیز کنم، دوباره خدمتتون میرسم. خب درود مجدد دوستان عزیز. من خدمتتون عرض کنم که یه مقدار اینا رو به اصطلاح اومدم گفتم بهتون دستتون رو چرب کنید، یه مقداری بمالید روی شهاب سنگاتون. اینو ببینید قشنگ پوستش دیگه خودش داره نشون میده از اون خاک و چیزایی که روش پوشیده شده بود. یکم بشورینش قشنگ، بعد یه مقداری دستتون رو چرب کنید و بمالید روش تا دیگه پستی بلندی ها و همه جاش قشنگ مشخص خودش نشون بده. یکی از نشانه های شهاب سنگ ها تو بعضی از شهاب سنگ ها این خالخالاست. شما مثلا میتونید اینا رو ببینید. به دلیل همین کنترل هایی که خیلی هاشون وجود داره یه همچین چیزایی میگیرن. شما الان پوسته که گفتم این قسمتشون نگرفته، نکنید تا اینجا اومده ولی اینجا رو نپوشونده. این خطوط سفیدم که گفتم بعضی اوقات پیش میاد، این هم که دارید میبینید. عرضم به حضور شما که
نمیخوام زیاد طولانی بشه، ولی برای اینکه شما پوست رو قشنگ ببینید دارم بهتون نشون میدم. اینم همینجور کنید. یک مدل از شهاب سنگ ها پوسته سوختشون اینه، یه همچین پوسته ای دارن. ریگما هم که خب بالاخره باید ببینید، تو بیشتر شهاب سنگ ها ریگما گلیپ یکی از چیزهای عمدشه، به نشانه های عمدشه. ارزم بزرگتون که خب این دو تا چاپ سنگ هست که من بهتون نشون دادم. خدمتتون ارز کنم که اینو هنوز نسابیدم، یعنی ولی اینو یه مقدار سابیدم و با توجه به جذبی که داره فکر میکنم که کندریتی هست. خدمتتون ارز کنم که اینا رو نگاه کنید. بهتون نشون دادم که بدونید که با چه چیزایی باید توی بیابون در ارتباط باشین، دنبال چه چیزی باید بگردید و ملکه ذهنتون بشه. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار. قسمت جایی که سابیده بودم رو هم پیدا کردم. اینو فقط برای میخوام بهتون نشون بدم که کنترل ها رو ببینید. ببینید کنترل ها دانه های ریز و گردی هستن که الان در این مشخصه که به چه صورت هست. این یک شهاب سنگ کندریتی هست با کنترل هایی که